بر شما بزرگواران و همراهان. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. قسمت اول پرایس اکشن رو دیده باشین و سوالات زیادی ممکنه مطرح بشه. من سعی می‌کنم در کلاب هاوس در این هفته پاسخ خیلی از سوالات دوستان رو بدم. امیدوارم که تمرین کرده باشین، خطوط روند رو مشخص کرده باشین، خطوط مورب رو توی چارت پیدا کرده باشین به این روشی که خدمتتون گفتم. و در این قسمت میخوام به در واقع خطوط افقی اشاره کنم و یه آموزشی در این مورد داشته باشین و چارت رو مقدار تغییر دارم از رنگ که سایه ها تقریبا حذف بشن و بتونیم شفافتر بدون سایه ها چارت رو ببینیم. دلیلش خدمت شما میگم که این هستش که ما بتونیم بدون در واقع در نظر گرفتن سایه ها خطوط افقی مناسب رو پیدا بکنیم. چشمتون عادت میکنه اگر یه مقداری در واقع پرایس اکشن به این شکل کار بکنین، متوجه میشین که کجاها باید سایه ها رو در نظر بگیریم، کجاها رو در نظر نگیریم. ولی اگه همینجا در نظر بگیریم میتونیم متوجه بشین که چه جاهایی اگه سایه ها نباشه ما یک وضعیت مشخص و شفافتری رو داریم. خب در مورد خطوط که احتمالاً باید تا حدی باهاش آشنا شده باشین، تمرین کرده باشین که این خطوط چطور عمل میکنن و شما با کشیدن خطوط میتونین در واقع قیمت رو و رفتارش رو خیلی واضح‌تر و شفافتر ببینین. من چند تا خط اینجا کشیدم، شما خیلی ساده و واضح میتونین این خطوطی که من میکشم با آن همراه باشیم و ببینیم که با همین چند تا خط میشه چقدر دقیق قیمت رو در واقع تفسیر کرد، تحلیل کرد و فهمید که جهت قیمت به چه شکل است. خب من بیشتر از این نمیخوام در مورد خطوط در واقع مورب صحبت بکنم، بخاطر اینکه در قسمت قبل در واقع مقداری در موردش توضیح دادم و میخوام شما خودتون پیدا بکنین. فقط خطوطی که خارج از این در واقع چارت هست، خارج از قیمت هست و در نظر نگیرین، خطوطی که داخلی هم هستن رو پیدا بکنین. مثلا من یه نمونه اینجا اگه براتون بکشم به این شکل میشه. اگه اینجا رو دقت کنین میبینین که یه مقداری با بالا پایین کردن قیمت میتونین نقطه دقیق تاثیر قیمت رو ببینید. این در واقع میتونید بفهمید که یه مقداری که اگه نفوذگری فیک بریکات بوده و قیمت از اینجا در واقع فیک داده و بعد برگشته پایین. به این راحتی با همین خطوط میتونید این رو متوجه بشین. یا مثلا اگر دقت بکنین به این شکل هم مثلا میتونید این خط رو بکشین و ببینید که قیمت از این سقف تا این سقف چقدر در واقع واضح بود. اگر دو تا منطقه در واقع مقاومتی داشته باشیم که شکسته باشه به این شکل، میتونید بفهمین که در واقع این روند داره به سمت صعودی در واقع ادامه میده حرکتش رو از اینجا که صعود شروع کرده و میتونید شما هم با قیمت همراه باشید و بهتر بتونید جهت قیمت رو پیدا کنید. حتی اگه من این خط رو یه مقدار دیگه جابجا کنم، ببینید قیمت اومده این سطح شکسته پول بک زده و دوباره یه مقدار دیگه جابجا کنم، ببینید میتونید دقیقاً بفهمین که کجاها قیمت در واقع حمایت و مقاومت شد. خیلی راحت از طریق این مدل پرایس اکشن میتونید هم بریکات ها رو بفهمین، هم فیک بریکات ها رو بفهمین و همین که جهت رو تا حد زیادی درست تشخیص بدید. خب من بقیه در واقع تمرین با خطوط مورب رو میذارم به عهده خودتون و میریم سراغ قسمت مربوط به خطوط افقی. ببینید عرض کردم تمام مواردی که برای پرایس اکشن برای تشخیص روند لازم دارید رو تا این ویدیو خدمتتون میگم. شاید به نظر برسه که این ویدیو در واقع رایگان هست، در شما قرار میگیره، ولی این یک هدیه هست به شما. این تمام تجربیات من در 10 سال گذشته هستش که با کار کردن با چارت به دست آوردم و این میخوام در اختیار شما قرار بدم که این تجربه به شما هم منتقل بشه. و انقدر در بازار دارم میبینم دوستانی که دارن مسیر رو اشتباه میرن، هم در واقع گیج میزنن که چه باید کرد، همین که آموزش های اشتباه میبینن. خیلی راحت با این آموزش خیلی ساده، اصلا پیچیده نیست، بتونین تشخیص بدین که کجاها باید وارد بازار شد و کجاها باید قیمت رو در نظر گرفت، جهت قیمت چی هست. ببینید در این مسیر شما میبینید که قیمت صعودی هست روندش، ولی با مثلا خطوط ساده میتونید بفهمید که در واقع قیمت در حال اصلاحی هست. وقتی این خط روند به این شکسته میشه، خب این جزء آموزش‌های مبتدی هست، میتونید بفهمید که
در واقع روند به چه شکل هست. ولی با جزئیات بیشتر اگر ما این خطوط رو بکشیم، در انتهای این قیمت که ترید زون ما اینجا هست، اگر من براتون بکشم در این محدوده میفهمیم که ما باید چی کار بکنیم. تمام این کارهایی که اینجا میکنیم توی این خطوطی که میکشیم برای این هستش که ما بفهمیم که در این منطقه آخر چه اتفاقی احتمالش بیشتر هستش که بیفته. خب ببینید خطوط افقی رو من یه نکته میگم عرض کردم توی ویدیو قبلی که خطوط افقی رو اگه خاطرتون باشه گفتم به شکل آبی رنگ میکشم به خاطر اینکه تفاوتش از خطوط قرمز معلوم باشه. و این نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم، من معمولا 2 تا خط بالا و پایین رو مشخص میکنم که نزدیکتر به قیمت هست. این الان نه، من اینو بکشم بالاتر. مثلا سطح رو شما اینجا ببینید در این منطقه خطوطی که نزدیکتر به قیمت هستن برای من اهمیت بیشتری دارن. دورها تا قیمت بخواد به اونها برسه باید از این محدوده رد شه دیگه. و ما اگه بخوام تعداد زیادی مثلا خط افق بکشیم میبینیم که چارت خیلی شلوغ میشه و تا بخوام قیمت به اونها برسه ما در واقع گیج میشیم، مثلا چارت رو درست نمیتونیم تفسیر کنیم. بنابراین در عین حال که شما این خطوط افقی رو مد نظر قرار میدین، ترجیحاً بهتره که آخرین نقاط مهم رو که ماژور هستن، ماژور منظورم که تایم بالا قیمت کاملا واضح به اونا خورده و برگشته و پول بک زده. مثلا این سطح ببینید، این سطح کاملا قیمت بهش خورده برگشته و رفته بالا، پس این یک پیوت ماژور هست، یک منطقه تقاضا بسیار مهم است و باید ما اون رو در نظر داشته باشیم. از پایین این قیمت رو مثلا داریم و از بالا هم کجا یه پیوت مهم هم مثلا اینجا داریم. خب و بعد بقیه این در واقع پیوت هایی که داخلی هستن تشکیل میشن رو ما دیگه میریم توی در واقع چارت تایم پایین تر تو در زمینه. الان چارت روزانه هست، من میدونم که خطوط مهم مقاطع حمایت کجا هستن، اصلی ها در تایم بالا. پس برای ما در واقع این محدوده‌ای که محدوده نزدیک به قیمت هست رو بر اساس پیوت های ماژور و قیمت های اصلی و مناطق عرضه و تقاضای اصلی، حمایت و مقاطع اصلی زیر نظر میگیریم و بعد میریم سراغ تایم های پایین تر. پس این 2 تا خط آبی رنگ رو ما همیشه داریم. یعنی اگه قیمت مثلا اینجا نفوذ کنه این سطح رو بیاد پایین، دیگه این خط بالا خیلی به درد من نمیخوره. این سطح اهمیتش رو هنوز داره، اگر حمایت باشه تبدیل میشه به مقاومت و من باید دوباره دنبال سطح پایینتر مهم بگردم که جاهایی که تأثیر گذاشته، مثلا این سطح هست و سطح بعدی این سطح. اگه من این ها رو میکشم که دوباره تاکید بکنم، اگه این محدوده رو ببینیم، خب ببینید ما الان 2 تا سطح داریم دیگه. خب من اگه قیمت این سطح بشکنم مثلا پایین بیاد، این 2 تا برام مهمه دیگه. خب پس اینو میذارم فعلا کنار که چارتم شروع نشه و بعد قیمت از هر کدوم این محدوده‌ها زد بیرون، میرم به جهت قیمت خطوط آبی و افقی مناسب رو پیدا میکنم. لازم به ذکره که این خطوط درسته که در واقع خیلی چارت شروع نمیکنم، ولی چرا این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه وقتی که شما تعداد زیادی خط میکشید، خط مثلا قرمز مثلا به این شکل فرض کنید، خطوط مختلف رو میکشید، مثلا این رو میکشید به این شکل فرضاً، مثلا بعد توی تایم پایین تر هم میاید مثلا اینجا مثلا یه سطح دیگه هم اینجا مشخص میکنید، از بالا هم مثلا میاید یه سطح دیگه هم اینجا مشخص میکنید و تایم پایین تر هم که میریم که سطوح مختلف رو مشخص میکنید. اگر تعداد این خطوط افقی زیاد باشن در این تایم، مثلا ببینید چرا شلوغ میشه، مثلا اینجا باشه، اینجا باشه، اینجا باشه، خب خیلی شلوغ میشه و چارت در واقع مقدار گیج کننده میشه. برای من اومدم که برای اینکه در واقع کارم راحت تر باشه و تشخیص بدم که پیوت های ماژور کجا هستن، اومدم در واقع از این خطوط آبی استفاده کردم. برای پیوت های داخلی که اینجا مثلا میبینیم بهتون نشون میدم، اومدم از یک شکل دیگه که اینجا مستطیل هست استفاده کردم که من اینو وقتی میکشم باعث میشه من بفهمم که من اینجا یک پیوت داخلی و مینور دارم یا فرعی دارم. پیوت های اصلی رو ما اینجا میبینیم، نقاط حمایت و مقاطع اصلی رو داریم میبینیم و در واقع داخلیش میشه چی؟ میشه از این خود در واقع مربع ها که همین الان من اینجا به شما نشون میدم که ببینید که به چه شکل میشه این
در واقع پیوت ها رو کشید. خب من با مربعی رو مشخص کردم. من الان اینجا میدونم که اینجا قیمت شکسته و این یک منطقه عرضه هست. خب و وقتی که چارت هم زوم آوت میکنم میبینید که نه چارت خیلی شلوغ پلوغ شده. البته اینم پاک میکنم که اصلا واضح تر ببینید. این هم میبینید که چارت شلوغ شده، نه در واقع خط آبی زیاد داره نه خط قرمز زیاد داره، در این حال که واضح تر و شفاف تر هست به نسبت در واقع اگه خط خیلی زیاد داشته باشه. خب این مربع ها به چه درد میخورن؟ این مربعی که من اینجا کشیدم، ببینید ما توسط این مربع ها نقاط مهم مارکت رو برای ورود پیدا میکنیم. یعنی عملا ما وقتی مربع رو داریم باید پیدا بکنیم که منطقه‌ای که ما میخوایم وارد شیم کجا هست. خب اگر اینها رو نکشم بازم میشه پاک میکنم براتون، بازم میشه خطوطی به این شکل، مثلا خطوط مثلا به این شکل تعدادشون خیلی زیاد میشه و از پیوت های ماژور هم شما زیاد تشخیص نمیتونید بدین که فرقشون چی هست. به این شکل میشه، چون ادامه دار هم هست این خط ها در واقع یه مقداری چارت رو شلوغ میکنه. ولی شما محدوده رو میخوایم مشخص کنیم. من اینجا میخوام دیگه محدوده در واقع تریدینگ زون خودم مشخص بکنم. بنابراین این محدوده رو با یک خط در واقع با رنگ دیگه که فقط یک محدوده مشخص رو برام پیدا بکنه و در نظر بگیره و من این رو زیر نظر داشته باشم، محدوده رو هم پیدا میکنم. پس بنابراین شما خطوط مختلف و خط قرمز رو به شکل در واقع واضح دارین، یعنی تایم بالا میدونید که نقاط مهم کجا هستن، میانین تایم پایین‌تر یا زوم که میکنین خطوط مبرب تاثیرگذار بر بازار پیدا میکنین. مثلا خط قرمز رو اینجا میبینین، چون سایه اینو نمیبینین فکر کنین این تاثیر نداشته، ولی وقتی که سایه ها رو هم عوض بکنین میبینین که اطلاعات بهتر و مهمتری رو به شما میده. من اینجا سایه ها رو یه مقدار تغییر میدم. خب حالا با سایه های مقدار واضح تر هست که میبینین که سایه ها در واقع درسته که یه مقدار مثلا اینجا نفوذ داشته، یه مقدار اینجا نفوذ داشته، ولی توی روش پرایس اکشن این سایه ها رو در واقع نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثل کتاب یا مثل ماشین حساب دقیق این خطوط هست من باید از همین نقطه که هست قیمت برگردم. نه، یه مقدار تا بخواد قیمت در واقع برگرده مثلا از اینجا از سطح حمایتی ما یا که اینجا دو تا سطح مهم هست نفوذ ممکنه بکنه و بعد تشکیل یک کندل بده. خب این نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم در مورد این تریدینگ زون ما بسیار مهم است. یعنی شما الان ابزار لازم رو خیلی ساده، من سعی کردم که به ساده ترین شکل ممکن که برای هر کس قابل فهم باشه و چیزی که 10 سال برای من کار کرده رو و از تمام حاشیه‌های مختلف دور کرده چارت و به سادگی اومده رو به شما توضیح میده. با همین چند تا خط به شما یاد میدم که یک تحول اساسی توی ترید کردنتون ایجاد بشه. تا اینجاش رو داشته باشین. من خطوط رو دوباره میکشم. این تمرینی که شما دارین اینه که 2 تا از پیوت های ماژور بالا و پایین قیمت رو به شکل خط آبی و هر رنگی که دوست دارین لحاظ بکنین، در نظر بگیرین، به دلیل اینکه اونا مهم هستن و اینکه احتمالاً اونها یا قیمت رو برمیگردونن یا اگر شکسته بشن به ما نشون میدن که روند قیمت تغییر کرده. و در مرحله بعدی ما باید مرحله به مرحله که میریم جلو تایم رو که عوض میکنیم نقاط مهم ورودمون رو، نقاط مهم تریدمون رو توسط این مربع ها یا مستطیل ها پیدا بکنیم. خب وقتی که شما در تایم روزانه تمام این خطوط رو کشیدین و نقاط مهم رو پیدا کردین و نقشه راه رو الان شما میدونین تقریبا تا چه حدی چطور هست و این نقشه راه به شما کمک میکنه که از تایم بالا وقتی شما تحلیل میکنین تایم پایین رو راحتاً درک کنین و بفهمین. و حالا که تایم بالا برای شما مشخص است، حالا که میدونین که این عکسی که به شما گفتم در جلسه پیش چه تصویری رو داره به شما نشون میده، حالا میتونین به جزئیات تصویر برگردین، یعنی بیاین تایم پایین‌تر در منطقه ترید زون. خب عرض کردم یه خاطرتون باشه در جلسه پیش محدوده آخر، یعنی جایی که قیمت در اونجا قرار داره و نقاط حمایت و مقاومت مهم، اینا جاهایی هستن که ما در واقع اهمیت بیشتری برامون داره.
این زونی که من مشخص میکنم. خب ما بر اساس تایم بالا نقاط حمایت و موقعات رو پیدا کردیم دیگه. ما اومدیم خط آبی بالا، خط آبی پایین، خط قرمز از بالا و پایین همه رو مشخص کردیم و فعلا با این در واقع خطوط دیگه‌ای که اینجا کشیدیم کار نداریم. خب و الان دیگه بیشتر زوم میره روی کجا؟ روی این محدوده مربعی که من اینجا کشیدم، به خاطر که ما میخوایم تو این محدوده ترید بکنیم دیگه. و باید بگردیم نقاط مهم رو در این محدوده پیدا کنیم که نقاط مهم تاثیرگذار بر قیمت. خب و حالا توی مناطق ترید زون باید صبر داشته باشیم تا نقاط مهم رو پیدا بکنیم. ما وقتی که میخوایم در واقع معامله گری رو انجام بدیم، ما نمیتونیم هر جای قیمت کارش. ببینید خیلی جا در قسمت قبلی هم گفتم تحلیل بی‌معنا میشه، یعنی رفتار قیمت بی‌معنی میشه بخاطر جنگ خریداران و فروشندگان که این در واقع بین این سطوح حمایت و مقاومت بسیار مهم هست. بقیه چارت در واقع فقط جنگ بین خریداران و فروشندگان هست. کجاها این جنگ رو یک طرف میبره؟ جایی که اکثریت به این نتیجه برسن که جهت مثلا صعودی هست یا نزولی. تا این اتفاق نیفته ما رنج بازار داریم، یعنی فقط یه جنگی داریم بین این کسانی که میگن قیمت صعودی میشه و جایی که قیمت میگن نزولی میشه. بنابراین این جنگ باعث ایجاد رنج میشه، ایجاد حرکات تصادفی و بی‌معنی قیمت در محدوده‌هایی میشه که ماژور نیستن. محدودهایی میشه که همه به یک توافق مهم نرسیدن که قیمت جهتش باید کدومری باشه. ما هم باید چه کار بکنیم؟ ما هم باید منتظر بمونیم تا یک توافق جمعی رو در یک منطقه پیدا بکنیم که تشخیص بدیم کجا اکثر معامله‌گران به این نتیجه میرسن که قیمت یک جهت باید باشه نه دو جهت. ما اینجا داریم میبینیم، مثلا ببینید اینجا داریم میبینیم که قیمت همش بالا پایین بالا پایین. اینجاها جنگ بین خریداران و فروشنده ها هست، جهت معلوم نیست. مثلا کجای دیگه خدمتتون بگم، مثلا این منطقه رو ببینید تا از حالت رنج در بیاد، خیلی ها به این نتیجه رسیدن که قیمت از اینجا میخواد برگرده پایین و بعد وقتی که قیمت جهت پیدا میکنه تکلیفش مشخص میشه روند صعودی رو میگیره. یا مثلا اینجا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا قیمت افت کرده؟ به خاطر اینکه خیلی از پوزیشن های خرید اینجا وقتی به این سقف رسیده تصفیه شده و بعد هر چقدر قیمت به سمت پایین حرکت کرده تعداد بیشتری از پوزیشن خرید تصفیه شده و همینطور پوزیشن های فروش اضافه شدن. برای قیمت شروع کرده به افت. تا کجا؟ تا محدوده‌ای که ما از قبل در نظر داریم که ماژور ما هست. البته این محدوده هم بوده، ولی اگر دقت بکنین ما اینجا دیگه یک ترید زون داریم. من براتون میکشم، من اسم اینها رو میذارم ترید زون به دلیل اینکه دقیقاً ما باید در نقاط ترید زون که مثلا اینجا باشه وارد بازار بشیم، یا مثلا اینجا هست به عنوان دو سقف، بخاطر اینکه ریسک ریوارد مناسبی داره وارد بشیم. بنابراین در جاهایی که ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، اینجاها نمیدونیم چه اتفاقی میفته. حالا اینجا خوبه قیمت رفته بالا، پولبک زده، رفته بالا، پولبک زده، رفته بالا و ما جهت رو واضح میدونیم. اینجا میدونیم که مثلا تو اینجا GTS پولبک میشه وارد شد در این منطقه. اینجا میدونیم که آموزشی 10 سال پیش دادن، دوستان فکر میکنن که اون هنوز کار نمیکنه، قدیمی شده و خیلی میشنوم از بعضیا که پکیج میفروشن اینها. ببینید دقیقاً پولبک ها دارن کار میکنن، GTS ها دارن کار میکنن و تمام مواردی که آموزش داده شدن دارن کار میکنن. اینجا رو ببینید، این منطقه پولبک قیمت در واقع رفته بالا اومده، پولبک زده و اینجا یک نقطه مناسب برای ورود میتونست باشه. ولی اینجا ببینید قیمت وقتی به این سقف رسیده چقدر تکلیفش مشخص نیست. جنگ بین خریداران و فروشنده هاست. هنوز به این نتیجه نرسیدن که معامله‌گران جهت باید کدوم بر باشه. دوباره این کل چارت رو پاک میکنم. الان ببینید این چارت 4 ساعته یکی از جفت، اصلا اسمش هم نمیدونم که فقط شما خود چارت رو ببینید. معنی خاصی نداره بدون اون خطوط اگه دقت بکنیم. حتی الیوس رو هم اینجا خیلی سخت میشه پیدا کرد که در این تایم مثلا کار کرده باشه. مثلا اگه بگیم فرضاً این 1 هست، این مثلا 2 هست، این 3 هست، این الان مثلا باید تو 4 باشه. ولی خب در تایم بالا الیوس به ما کمک میکنه، مسیر رو به ما نشون میده. اما نکتهش اینجاست که ما باید کجاها در واقع ورود کنیم، کجا وارد بشیم.
پرایس اکشن به ما کمک میکنه که در مورد الیوت تصویر واضح‌تری داشته باشیم، در مورد هارمونیک ها تصویر واضح‌تری داشته باشیم، نقاط ورود بهتری داشته باشیم. در هر مورد تکنیکال اگر ایچی کار میکنیم، اگر هارمونیک کار میکنیم، اگر الیوت کار میکنیم، در نهایت پرایس اکشن به کمک تمام این تکنیکال ها میان که دید واضح‌تری میدن برای ورود به بازار. عملا نقطه ورود رو ما میتونیم از طریق پرایس اکشن تا حد زیادی بهینه‌تر پیدا بکنیم بر اساس الگوهایی که تو پرایس اکشن تشکیل میشه بر اساس همین خطوط حمایت و مقاومت. خب نمیخوام خیلی طولانی شه این ویدیو و فعلا درخواستی که از شما دارم اینه که در هر چارت که دارین کار میکنین 2 تا پیوت ماژور رو پیدا بکنین و اون رو رسم کنین. این از این و بالایی هم از یکی این محدود است، خب، و یکی در این محدود. خب یه نکته برای دوستانی که خلاف روند دارن کار میکنن یا نمیتونن از خلاف روند سود بگیرن، نکته بسیار در واقع مهم. ببینید من اینجا این خطوط رو کشیدم، این رو هم مشخص میکنم، این رو هم مشخص میکنم، این رو هم مشخص میکنم و این رو هم مشخص میکنم. خب ببینید تایم پایینی، ببینید تایم پایین چه اتفاقی افتاده. هیچ چیز خاصی هم نبود، فقط بر اساس پرایس اکشن میخوایم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. اگر من این خط آبی دقیق تر بکشم خب میشه اینجا. خب این نقاط زرد رنگ رو که دیگه خاطرتون هستی من پاکشون میکنم که شما واضح تر بتونین خطوط جدیدی که میخوام، نقاط جدیدی که میخوام بکشم رو ببینید. خب ببینید این یک مقاومت مهم بوده، این هم محدوده هست، این هم محدوده هست. یه مقدار تفاوت می‌بینیم، قیمت بالاتر رفته، یه جای پایین‌تر. این زون باید در نظر گرفته بشه و اهمیت داره. حتی اگر قیمت یه مقدار بالاتر و پایین‌تر رفته نمیتونیم انتظار داشته باشیم. عرض می‌کنم خدمتتون مثل کتاب قیمت رفتار کنه دقیقاً رو مناطقی ما انتظار داریم برسه و حتما باید برسه یا حتما نباید رد کنه. این به این شکل نیست. ما اینها رو به شکل یک زون در نظر می‌گیریم. من زونم اگر دوباره اینجا بکشم، فرض کنید که تایم پایین هستیم، این میشه یک زون. خب برای اینو کشیدم که شما در تایم پایین بتونید واضح‌تر بفهمید که چه انتظاری ما از قیمت داشته باشید و زون مقاومتی ما کجا هست. خب وقتی که اینو برای شما کشیدم ما یک سطح مقاومتی مهم داشتیم دیگه. خب این سطح کامل شکسته شده و به سمت بالا رفته. خب این محدوده ما اینجا بود دیگه. در تایم بالا محدوده ما برای در واقع روند سود کجاست؟ این سطح شکسته شده، در واقع قیمت رفته به سمت بالا. پس این منطقه مهم منطقه هست برای ترید زون ما، یعنی برای اینکه باید بفهمیم که آیا از اینجا قیمت ادامه میده روند رو آیا نه. معمولا وقتی که قیمت به این زون ها میخوره، در واقع 2 تا زون در تایم بالا اگه دقت کنیم در کنار هم داریم. خب معمولا چه اتفاقی میفته؟ وقتی که این زون در واقع رد نمیشه به سمت بالا، قیمت برمیگرده پایین و پول بک هم نمیده. یعنی پول بکی که ما اینجا باید منتظرش میبودیم که قیمت برگرده پایین و به سمت بالا دوباره بره، وقتی پول بک نمیده و نفوذ میکنه دوباره به منطقه قبلی، میفهمیم که این مقاومت مهم تاثیر خودش رو گذاشته و یک سطح مهم دوم حمایتی که اینجا بوده هم شکسته. بنابراین از این به بعد در سقف ها میتونیم بفهمیم که احتمالاً داره قیمت برمیگرده. چرا؟ چون هم واگرایی داریم، هم یک سطح خیلی مهم بوده که نشکسته، هم یک سطح مهم قرمز رنگ بوده که جلوی رشد قیمت رو گرفته و تارگت قیمت احتمالاً این سطح بوده. و از همین خطوط تمام این اطلاعات رو میتونیم استخراج کنیم و در واقع حتی جاهایی که انتظار نداریم که قیمت در روند صعودی برگرده و روند صعودش رو ادامه بده، ما از اینجا میتونیم بفهمیم که وقتی سطوح ماژور نمیتونن جلوی رفتار قیمت رو، جلوی حرکت بعدی قیمت رو بگیرن، وقتی اینجا این سطح ماژور ما باعث نشده قیمت به سمت بالا بره و قیمت نفوذ کرده به این زیر، این نشون میده که ما احتمال داره که تغییر روند رو داشته باشه. من بازم اینا رو پاک میکنم. حالا با چارت خالی دوباره میخوام این قسمت رو تفسیر بکنیم. خب ما عرض کردم که یه سطح اینجا داشتیم، خب یک زون اینجا داشتیم و حتی در تایم پایین اگر در نظر بگیریم به این شکل، اگر ما این سطح در نظر بگیریم
میفهمیم که بر اساس اطلاعاتی که از سطوح قبلی که من پاکشون کردم که واضح تر باشه که قیمت رفته بالا برگشت پایین و نگاه کنید بین این در واسط دو تا سطح مهم را حتی مونده و بعد شکسته و ما اینجا دیگه کامل میفهمیم که روند ما احتمالاً داره نزولی میشه و در واقع ببینید اگر ما یه مقدار تایم رو هم تغییر بدیم اینجا شما سطوح مهم رو بر اساس مربع اگر مشخص بکنیم، مثلا سطح قبلی که عرض کردم این بود بر اساس این مستطیل هایی که من کشیدم و سطح بعدی هم این بود. خب در این سطح ببینید چه اتفاقی افتاد. قیمت که نفوذ کرده برگشته و پول بک زده، حالا اینجا همه به این نتیجه رسیدن که خب بر اساس اطلاعاتی که از تایم بالا استخراج شد سطوح شکسته شد، قیمت نتونست حمایت ماژور نتونست جلوی قیمت رو بگیره و قیمت خط روند کوتاه مدت رو هم حتی شکست. حالا بعد از نفوذ کامل که قیمت به سمت بالا حرکت کرد همه به این نتیجه میرسن که قیمت دیگه توان صعود رو نداره و ببینید بعد از این حرکتی که من اینجا براتون مشخص میکنم چه اتفاقی افتاد. بعد از این پول بک حرکت قیمت رو ببینید، اینجا هاست که قیمت حرکت های در واقع پرشتاب رو انجام میده. پس کاری که شما میکنید تو چارت بگردین، جدای از اون خطوط مبربی کشیدین، حالا اونها رو پاک کنیم، بعداً میتونیم اونها رو دوباره اضافه بکنیم. بیاین سطوح مهم رو پیدا بکنید. قبلش عرض کردم خدمتتون سطوح ماژور رو باید پیدا بکنیم در تایم بالا. درسته خاطرتون هستش که ما سطوح ماژور خیلی راحت پیدا کرد چون دو تا خط بیشتر نیستن، یکی بالا یکی پایین. خب این سطوح هستن. خب ببینید وقتی قیمت بهشون هم برخورد میکنه چه اتفاقی میفته. کسی که اگر اینجا سل کرده باشه یا اون سقف یا هر جای دیگه اینجا پوزیشنش رو تصفیه میکنه و همون تصفیه پوزیشن باعث میشه قیمت دوباره به سمت بالا برگرده. خیلی هم ممکنه در واقع نرسیده قیمت به اون سطح پوزیشنشون تصفیه کنن. به این دلیل هستش که اگه اوردر خیلی سنگین باشه اینجا قیمت نرسیده به سطح برمیگرده و اگه میترسن که ممکنه قیمت با شتاب به سمت بالا برگرده، به خاطر همین پوزیشن فروش اینجا تصفیه میشه. ولی وقتی دوباره قیمت مثلا به سطح ترید لاین ما مثلا به این سطح میرسه، یک سطح مینور رو هم داریم کشیم که اینجا باشه، این محدوده باشه، به این محدوده میرسه، دوباره فروشنده ها وارد میشن و به خاطر داشتن دو تا سطح مهم به این شکل اینجا و اگر از پایین هم بکشم خط قرمز رنگ رو برای شما، حالا برای شما دیگه تفسیر قیمت خیلی ساده تر میشه. خب اینو ببینید، چون از تایم قبل ما تایم بالا ما این خطوط رو داریم، بعدا باید اینا رو همه رو با هم هماهنگ کنیم که به چه شکل برای قیمت تاثیر میذارن. ببینید اگر بخوام حالا یه مقداری هم اینو به این سطح هم بچسبونم که بشه این سطح مهم و این رو به عنوان بریکات فیک بریک در نظر بگیریم، بنابراین ما این سطح مهم رو داریم. پس بنابراین ما سطوح مهم رو از طریق پرایس اکشن میتونیم برای ورود پیدا بکنیم و تمرینی که میخوام به شما بدم برای در واقع این جلسه تا جلسه بعدی اینه که برین تو چارت کارهایی که از قبل گفته شده رو انجام بدیم و حالا اونها رو خطوط مقرر رو پاک بکنیم و بیاین داخل چارت بگردین سطوح مهم رو در که اول ماژور هستن و بعد مینورها رو پیدا کنین. نکته مهم اینه که ببینید اگر مثلا ما سطوح مهم رو داشته باشیم، فرض کنیم مثلا این سطح رو داریم، ببینید مثلا این سطح رو داریم، خب اوورلپ یا در واقع همزمانی و هممکانی این سطوح با این در واقع مربع ها، خب یا مستطیل هایی، بخوام اسم دقیقش رو بزنم مستطیل میشه چون میکشیمش میشه مستطیل دیگه. خب این میتونن در واقع اوورلپ اینا سطوح حمایتی و مقاومت بسیار مهم و در واقع اصلی رو به ما بدن و عملا تریدینگ زون ما رو همین مربع ها و تلفیق اونها با این سطوح در واقع قرمز مبرب قرمز رنگ، حالا من قرمز رنگ، شما هر رنگی خاصی میتونید انتخاب کنید، عملا با خطوط مقرب شما در واقع تشکیل میدن. بنابراین کاری که میکنین اینه سطوح
ماژور خودتون رو پیدا بکنید بر اساس خطوط آبی یا بر اساس خطوط افقی، هر رنگی که خودتون دوست دارین. تریدینگ زون های خودتون، یعنی مناطق عرضه و تقاضا رو پیدا بکنین توسط همین روشی که بهتون گفتم، جاهایی که قیمت روندش رو عوض کرده و بر اساس چی؟ بر اساس خطوط مبرم، خطوط افقی و همینطور مستطیل های ما. شما میتونید با همین سه ابزار خیلی ساده و همینطور که تو شکل بهتون نشون دادم سطوح مهم رو پیدا بکنید. تا اینجا داشته باشیم تا در قسمت بعدی براتون توضیح بدم که دیگه چطور باید اون مناطق رو برای ترید انتخاب کنیم و وارد پوزیشن بشیم. ممنونم اینکه با هم همراه بودین و امیدوارم که این جلسه دوم براتون مفید بوده باشه. تا درود دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.